بر پایه حساب پیشکی در انتخابات پارلمانی آذربایجان، حزب حاکم آذربایجان نو در پارلمانت یک مجلس کشور پیروزی به دست آورده 64 کرسی کسب می‌کند. صبح روز 10 فوریه کمیسیون انتخاباتی بعد از شمارش 87% رای‌ها در این باره خبر داد. پارلمانت آذربایجان یا خود ملی مجلس از 125 کرسی عبارت بوده. در پارلمانت پیشتر حزب حاکم آذربایجان نوی پرزیدنت ایلهام علیف 65 کرسی داشت. نظرخواهی شرکت امریکایی آرتور فینکلشتین و همراهانش بر این خلاصه رسیده است که از میان نامزدهایی که رسما مستقل بودند و سیاست حزب حاکم را دستگیری می‌کنند 41 نفر وکیل انتخاب می‌شوند. همین منبع تخمین کرده است که در پارلمانت نوی آذربایجان تنها یک فعال مخالفین ارکین قادرلی از حرکت مردمی الترناتیو جمهوری صاحب کرسی پارلمانت خواهد شد. صبح 10 فوریه حزب حاکم پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف اعلان کرد در انتخابات پیروز شده است. شارح سیاسی حکمت حاجی‌زاده در شهر باکو به بخش آذری رادیو آزادی گفت اگر در پارلمانت نو نامزدهای مستقل سیاست‌های حزب حاکم را مورد چالش قرار دهند وضع تغییر می‌یابد. شمار زیادی ناظران انتخابات آذربایجان گفتند ممبران کمیسیون انتخاباتی با آنها امکان اجرای وظیفه‌هایشان را ندادند. یک ناظر گفت که او را بالاتوکوب از حوزه انتخاباتی بیرون کردند. شاهدان عینی همچنین نوارهای پر کردن قوطی‌های آوازدهی با برگه‌های پیشکی آماده شده را نشر کردند. یک نامزد کرسی پارلمانت ابراز داشته است که ماشین کمک تعجیلی طبی گروه رای دهندگان را از یک حوزه به حوزه دیگر می برد. از زمان صاحب استقلالی آذربایجان در سال 1991 تا کنون یگان انتخابات این کشور قفقاز از طرف ناظران بین المللی آزاد و عادلانه ارزیابی نشده است.